دوستان عزیز، امیدوارم صحتمند باشید. زندگی به کامتون خوشبخت غلامتون باشه. اومدیم با یک پادکست دیگر از برنامه پادما در کانال وایب آرکید. آره در کانال وایب آرکید. ولش کن حرف زیاد میزنم. تو کانال وایب آرکید. آقا این دفعه مهمونای خیلی ویژه‌ای داریم. از سمت شمال سوئد اومدید نه؟ از وسطاش. آره قیافش نشون داد بچه‌ها. تاسمان رو دیگه همه میشناسید ولی خب توی این پادکست ما قرار شده 3 تا آشپز رپدری بیاریم. آره یکیشون بجز این آشپزی بیت انجام میده خودش هم فعالیت میکنه در چی میگن در دایره خوندن و این داستانا. معرفی میکنم بچه خودتون میخواید معرفی نه شوخی میکنم. آقای بنو و آقای کوا سلام علیکم. چطوری هستین؟ سلامتین؟ خوبی؟ خوش اومدید بچه‌ها. خوب هستین؟ خوش میگذره؟ خیلی خوب. چطور بود؟ سفر خوب بود؟ خوش گذشت؟ چجوری شد؟ راحت اومدین؟ رانندگی که با من نبود. نه خوب بود ولی خب تو راه شروع کردیم قرمه زدن. اینا نداری بنو؟ دهنی سرویس. دست دادم داشت. ایوه این غیر قانونی که شورا میکنه نمیدونم چه دیگه. اتفاقی که میفته. نه اوکی. خب بچه‌ها why are you gay؟ شوخی میکنم. آقا چه حسی دارید تو این برنامه هستید الان؟ حس خوبی دارم. میگم من حس خوبی دارم. بچه‌ها میخواید یه معرفی خیلی کوتاه خودتون انجام بدید. یه معرفی کوتاه کنید خودتون. بنو جان میخوای خودت شروع کنی یا کوا؟ منصور هستم، ملقب به بنو. بعد داخل رپدری 2 سال میشه تقریبا کار میکنیم. 26 سالم. 26 سال. آقای کوا؟ مهدی هستم یا مهدی فرق نمیکنه هرجوری، ولی من مهدی رو بیشتر دوست دارم. مهدی. آره ای کی کوا. بعد 26 سال هستم. 23 دو قلوید. قیافتن که راجوس نه هر بعضی ولی فکر کردم واقعا نه دوقلو کنه یا فکر کنم داداشم ولی عجیب بود. آره هیچ جوری هر جور حساب کنی نیستیم. چی میگن دوقلو اصلا نمیخوریم. خب فقط شاید به خاطر که با هم دیگه کار می‌کردین و مثلا نماش چیز بوده بغل هم بودین رساوز فیلم کردن که شاید داداشم. سبکاتون هم که میخواید بگید چه سبکی کار میکنید بیشتر؟ داش بیت ترپ میزنیم. بعد مثلا دیگه هایپر پاپ کار میکنیم. گلیچ کار میکنیم. گلیچ هم کار میکنیم. لگ چی؟ لگ حال نمیده آجی. لگ حال نمیده. پینگ بعد کم باشه. ایوه. بعد دیگه بیشتر ولی ترپ حال میکنیم دیگه. حالا مهدی چیزام کار میکنه. ولی خودت تو بیشتر بیت میزنی. ما خودم یا بیت میزنم یا میکس میکنم. داداش اون مهندس و انجینیر میکس مسترینگ بیت هم میزنن، لوپ هم میزنن. منم خب اون کارا من اون کارا رو میکنم. کو چیز میکنه کو سر دردت میکنه بشینی بغلش یا بیت پلی میکنه میره تو فاز خودش. من بیشتر خب مین فوکوسم به چیزه بیت بیشتر. آره برای خودم میخونی دیگه؟ آره خودم میخونم، یعنی خودم در کنارش میخونم چون دوست دارم رو بیتای خودم بیشتر بخونم چون میدونم چی میخوام از اون بیت چی میخوام. اون ایمیجینیشنی که خودت داری و فلان فانتزی که کردی فلان. یعنی همون جوری که میخوام همون جوری میتونم در بیارم. میدونی اینجوری مثلا خوبیه پرودوسر هم ناجی مثلا اگه خودش بخواد بخونه چون توی ذهنش همش داره پلی میشه ایمیجینیشنش اون تخیلش فلان اونو میتونه روی بیت پیادهش کنه فلان اینا. هم کمک میکنه ولی فکر میکنم یه سری جاها مثلا ماشینی میکنه نه که مثلا بیت زدن یه پترن حالتی مانندی داره. خیلی نوشتن هم مثلا پترنی میکنه. مثلا یکی از خوبیای یه سری از آرتیستاییه که نمیتونی مثلا حدس بزنی بعدش خرج کنی. دقیقاً یک نکته چیزش آره همینجا. ولی پرودوسرها که رپ میکنن آره دقیقاً همین مشکلات پیش میاد چون خیلی یه سری مثلا توی بیت یه سری جا هستش که باید به قول خودت یک پترنی رو دنبال کنی و چیز کنی بعد ناخواسته توی نوشتن و چیزام توی مغزت. آره یک چیزای مثبت داره یک نکته منفی هم داره دیگه. من که بیتزن نیستم نه پرودوسرم نه چیز من سر در نمیارم اینا چی میگن ولی خب شما بچه‌ها هر چی گفتم بگید باشه. آره چند وقته شما گفتید 2 سال داری کار می‌کنید. 2 سال داری شما ولی در کل حساب کنید خب بیشتر اون که کلا در زمینه موزیک اینجوریه. چه زمینه موزیک آره دیگه. ایوه قدیمی‌تر تو 2 سال تو میگن تو زمینه موزیک تو قبلش انگلیسی هم چیز کردی؟ آره من قبلش خب موقع کرونا بود 2020
2020 آره 2020 اینا بود که موقع کرونا شد همه قرنطینه و از خونه ما و شروع کردی بیت زدن یا که خوندن؟ نه موقع شروع کردم خوندن ولی خب بیتو که فکر کنم زود بیت قبل از اون بود ولی خب یکم چی بگم سیریوس تر شد دیگه. بعد گفتم چرا نه مثلا بیکارم اینا خونم بیا یه همینجوری چیزی رکورد می‌کنی. باحال بود. من چند تا کارت گوش کردم خیلی هایپ کردم، یعنی اصلا خیلی باحال بود. استایل خیلی باحال بود. بیت‌ها شده چیزه اصلا توی سبکایی که خودش بیت میزنه واقعا والا چیز نمیکنم الکی بگم ولی خب مثلا اون کسی که میفهمه داره چیکار میکنه دیگه چی در میاره. ایوه شنیدم میخواید 3 تا بیت مهمون این کانال کنید درسته؟ آره داشت آهنگ پخش نشده مهمون میکنیم. ولی خب من آخه قبل از که رکورد کنیم بنا گفت من از استودیو خیلی خوشم اومد، گفت 3 تا بیت مهمون آقا محمد. شما مثلا اینکه میخوای میکس مسترینگ رو بگردم بگیرید نه؟ آره داشت اوکی. بچه‌ها خب مفتادیم دیگه، منتظر موزیک ویدیو باشید تو آینده. آره خیلی خوبه. گیم هم میزنید شما نه؟ آره سر گیم با هم آشنا شدیم. انگری برد؟ نه در حد نه خیلی سخته. سابوی سورف چی میزنید؟ ساوندر چی گفتی؟ چی گفتی؟ سابوی سورف فکر که ایول نه در گیم نیستم زیاد، نصف چیزایی که میگن نه این گیم های بعدی میزنه. منفی 18 مثبت 18 منفی 18 خوب گیم هم اکثرا منفی 18 ایوه همه بتون بچه گیم چی میزنید؟ 2-2 میزنیم بیشتر. الان کانتر جدیدن میزنیم ولی سر 2-2 با هم نیکولا آشنا شدیم. ایوه سی اس هم پس میزنید؟ آره البته خب گیم مثلا چی بگم همه جوری گیم ها بریم وان وی وان شرشر گیم میزنین یا چیز بیت میزنین؟ بیشتر گیم میزنین یا بیت؟ اینجوری بخوای کنی گیم بیشتر میزنم چون یعنی میتونم مثلا بینی سویچ کنم، یعنی مثلا گیم بزنم بعد برم گیم زدم یه دست زدم میرم میشینم حوصله شد میذارم میشم فاز شرشی اومد میری همون دیگه. ولی بعضی موقع میشه اصلا بیت بلاک میشه چی نمیاد اصلا. آره بیت بلاک میشه فورس کرد مثلا بگی الان میخوام بشینم بیت بزنم دقیقاً اومد خوش اومد میاد دیگه میزنی. من که نمیزنم چون مال بیاد از بیت صحبت کنم اون چیزی میفهمی مخاطب شاید با بیت. خب دیگه چه جوری شد گیم گفتید هم دیگه رو توی گیم آشنا شدید چه جوری بود؟ آره نه خیلی جالب بود. من با یه رفیق دیگه مثلش محسنه با اون خیلی وقت پیش گیم میزدیم پلی استیشن، بعد رفت رو پی سی من مجبور شدم بریم رو پی سی که با هم بازی کنیم. باز دوتا رو دوست داشت دوتا رو نصب کردم من نصب کردم. بعد یه پسر دیگه بود دوستش حسن بود اونم با اون رفیق دیگه هم رفیق بود و بعد اون با منصور رفیق بود اینم آوردن داخل گیم و اینا. رفیق شد رفیق تو رفیق شد. آره دقیقاً همون شد. بعد بیام چی شد چند سال اول فقط گیم می‌زدیم. آره فقط گیم بودیم. بعد نمیدونم چجوری شد چه بحث اینا شد گفتم آره حسن فکر کنم برگشت گفتش که مهدی هم بیت میزنه، بعد تو گفتی آره، بعد چند تا بیتات فرستادی. آره بعد دیدیم هارده. بعد اینجوری آشنا شدیم. آره چون مثلا اون زمانا این شکلی بود که مثلا رپ دری که اصلا دنبال نمی‌کردیم، ولی مثلا رپ حتی جای دیگه هم که اصلا دنبال می‌کردیم. ترپ مثلا تازه کم اومده بود 2018 مثلا بود فکر کنم. تازه که نیومده ولی مثلا یعنی 6 مثلا نشسته بود دوباره نه درست فاز بود 2016 اینا که تازه اومده بود مامبل رپ رد شده بود همه چیز مثلا چیز شده بود. ولی حتی مثلا تو رپ فارسی هم حتی چیز نبود اصلا. اون بیتایی که ما دوست داشتیم نبود. بعد رپ دری که اصلا نبود. بعد دیگه رفیق شدیم و با هم دیگه شروع کردیم چیز کردن تا همین 2 سال پیش که تصمیم گرفتیم به این کار را بندازیم و با هم دیگه زندگی کنیم. با هم دیگه زندگی نمی‌کنیم. بال میشد ولی یه جا باشیم. آره خیلی دورم نیستیم. آره الان فکر کنم پیاده چند داره 10 داره کمتر. قبلا دورتر بودین یه خورده نه؟ قدیم شهر دیگه بود مثلا. چقدر از هم فاصله داشتید قبلا؟ زیاد. نمیدیدیم مثلا دیگه. خیلی سخت لانگ دیستنس خیلی سخته. لانگ دیستنس داشتم خیلی بود. اوکی خیلی خوبه بچه‌ها. خب در مورد حالا بیت و داستانا زیاد صحبت کنیم. یه چی دیگه بریم صحبت کنیم. بنده مرشی اومد.
این صحبت میکنیم دیگه گیم و هرچیو همون کمک کنین. راستی چیکار میکنید؟ درس میخونید؟ چجوری داستان؟ درسم تقریبا پارسال تمام شد، بعد الان کار میکنم. چه رشته‌ای؟ رشته عمران میشه به فارسی. عمران گرم. ایوه شما چی؟ برادر مهندس. من آجی من خب چی بگم؟ یه خالی به من من تو ناسا کار میکنم. استار هست اونجا چیز میزنی نه بیت میزنی توی مهندسی. اینجا بچه‌ها داخل شاتل فضایی حوصله سر میشه میگیم میذاشی رکورد کنید، رکورد میکنم بیت نمیشه. نه من سر کارم. چی میگی؟ من نداشتم یه لحظه میخوام یه جدی شد. نه من سر کارم. اون موقعی که اینجا آمده بودیم سویدن بودیم مجبور بودیم چیز یاد بگیریم، مثلا یه حرفه‌ای رو خیلی سخت بود. آره دقیقاً زبانشون. آره دیگه والا بگی مثلا نمره‌ای که داشتی و نداشتی و کم و زیادش اینا مثلا خب خیلی مثلا چیزت میکنه چی میگن تجاوز ذهنی. نه مثلا یه کاری میکنه که تو نمیتونی چیزی که بخوای و انتخاب کنی چون مثلا کم داری چند تا نمره. هم که حالا موقع دروغ نگم اون موقع اصلا حال و سل در خوندن نداشتم. بعد تنها چیزی که بودم نجاری بود، گفتم بیا بریم بخونیم هشت شد دیگه. بعد نجاری رو خوندیم دیگه، همونجا هم کار داد بهمون. پس الان توی نجاری فعالیت می‌کنی؟ ایوه. و الان شما کارتون چیه آقای بنو؟ من داخل مثل مسکن مهر تو سوئد بچه‌ها مسکن مهر زنگ می‌زنید آقای بنو مسکن مهر اینجا براتون دقیقاً خوابگاه 2 نفره براتون ردیف می‌کنن. البته یه نفر هم میشه 2 تخت. تو صف بعد باشن دیگه. تو صف وایسن پوینگا جمع شد اوکی. ما گفتیم داشنایی شاید بدون پوینگ رد خودم به زور خودم یه سال منتظر خانه بودیم. اصلا این داستان خانه در سوئد خیلی داستان چیزیه نه؟ هر جا میره حیرونه. یک سرویس میکنه، یکی خانه یکی یه چی دیگه هستش خیلی صف مثلا نه دنبایی چی هستید صف مثلا این که مثلا مریض میشی یا مثلا آره دقیقاً یکی همین مریضی و دکتر و داستانا یکی هم چیز اورژانسش مخصوصا. آره بعد اینجا میدونی چیه مثلا اکوت مثلا اضطراری میدونی باید دست پا شکسته باشه در حال مرگ باشه. فکر کن پات قطع شده تو صفی هنوز با اینکه خدایی اصلا من داشتم نزدیک به کور بشه چون چیز کار میکرد یه جوشکاری کار میکرد. بعد این چیز پرده بود تو چشمش بنده خدا. بعد نصف شب من بردمش ناکوت همون اورژانس خودمون استوری حاجی اورژان این داشت توی اون قسمتی که من وایساده بودم تو صف داشت دیگه بندری میرقصید انقدر درد داشت به جان خودم همه جا گذاشته بود کل سالن گذاشته بود 7 ساعت تو صف. آره اورژانسش یعنی راحت اگه بری مثلا 4 ساعت به بالا. ما به خاطر همین داستان بعضی وقتا چیز میشم اصلا نمیرم چون اصلا حوصله‌اش ندارم برم اونجا وایس. یارو میاد میگم جوری رو فقط رسیدگی میکنه که در حال مرگ باشه. ولی آره دیگه خلاصه میگه برو گوشه بشی اینجا مریض نشین. البته مریض شدین اینا جدی مریض نه مثلا سرما بخوری مثلا اینا اوکیه. مثلا این چیز مثلا جدی‌تر اگه پیش بیاد خدای نکرده واسهتون اصلا اینجا مخصوصا داخل سوئد نرید بهتره. خودتون باید درمان کنید خودتون. تا اول دکتر رفتم ولی اورژانس یه بار داشت انگشتم قشنگ کنده میشد 2 تا استخون داشت دیده میشد دیگه اون موقع قبول کردم. ولی قبولش به خدا هم خاصی قبول نکنه. آره دیگه اگه رو قبول نمی‌کردن دیگه دست نداشت. این نواز بعد بازی داستان خانه هم همینجوریه. میخوای خانه بگیری یا دهنت سرویسه. اینقدر بعد دنگ و فنگ اینقدر داره. رفتم تو فکر هستم عجیبی خیال خدا من نمیفهمم چه سیستم مسخره ایه. خیلی اصلا امتیاز باید داشته باشی بعد روزم یه دونه امتیاز میگیری. البته اونم البته خب باید یه جوری سیستم باشه مثلا خب این همه نفرن این همه مردان همه خونه بابا خب ایران هم مثلا 100 میلیون جمعیت داره. افغانستان چه بودم انقدر جمعیت و اینجا کلا با مهاجراش سیستم 10 میلیون میشه. سیستم داشتنشون اوکیه ولی نمیدونم مثلا یه جوری بد کار میکنه سیستم. خیلی اصلا بعد اینا مثلا دیدید که خودشون میدونن که آقا مثلا بچه شد 18 قراره بره یعنی شما بعد همه در حال ساخت باشه بعد نمیدونم قوانین میذارن اینجوری باید بکنی اونجوری باید بکنی. ساختن خیلی سخته. آره خیلی اصلا چیز عجیب غریبیه.
اصلا خیلی دارکه واقعا. ساعت 5 میشه اینجا تاریک میشه. بچه اونجا چجوری هوا؟ همین آجی اونجا زیاد زودتر تاریک 3 میشه؟ ساعت با اینجا فاصله است اینجا هم نه. آره راستی زودتر تاریک میشه. اونجا زودتر تاریک میشه نه یکم. ما تا یکم بعدم شمال‌تر بودم اونجا یکم زودتر ترکم. آره اونجا ساعت دیگه 2-3 تاریک هوا. آره دیگه فکر کنم ما از مکتب خلاص می‌شدیم دیگه. آره نباید بگی تا باید بگی 3-4 ساعت روشنه هوا. آفرین. دقیقاً. ایول آره 3-4 بودم من اون طرف قبلا. سمت دقیقاً برعکس تابستونش. ورملند میگفتن. من قسمت ورملند بودم. اون طرف فهمیدی؟ نفهمیدم چرا می‌خندی؟ الکی مثلا میگم. آره فهمیدم. اونجا بود. پرانتز نفهمیدم. گرفتم. شما خود راستی چیکار می‌کنید؟ کار می‌کنی درس می‌خونی؟ من آجی برای من داستان مفصل. داستان زیاد. از موجی نپرس. همین پادکست رو گفته ببین هیچ بود. کار نمی‌کنی همین. هر چی گفته بس من از این سوال نه آقا من خودم خب آجی راستش داستان برای ما زیاده. یعنی من قسمت فولک اسکولان خوندم، یعنی اون قسمت بزرگ سالان، حالا من میخوام به فارسیش بگم، اونجا خوندم 3 سال. خب این داستان دیگه ایشون ما رو معرف چیز میکنن. سلام خسته من تو نه قسمت بزرگ سالان بود، حالا اونجا درس خوندم 3 سالی، فقط خواستم اون امتیازا رو بگیرم و فلان یا همون نمره‌امو بگیرم. فعلا ثبت نام کردم برای دیجیتال مارکتینگ منیجر مالمو که فعلا قبول نشدم، یعنی منتظرم تو صفم گنگ ان شاء الله خیر. آره منتظرم ببینم چی میشه دیگه. ولی خب خودم توی پست کار میکنم، اداره پست هستش. در آینده پس قرار حرکته بزنی. آره من میام پکیجم آقا دیگه میاد داستان داره دیگه. من بعد کار میکنم. من بعد نگاه بندازم هیچ چی سفارش دادم بود برخوردم مگه نباش از تیمو داشت. بعض وقتا مگه پوشش نمیزنن زیر سوال بردی همه تیمو بازن بردشان میکنه وسایل دارم. آره خلاصه که فعلا همونه. بعد دیگه یه سری کوچولو رو انداختیم، گفتم که داره اینجا رو هم کنارش بیارم بالا کم کم، نه اینجا فعالیت بالا هم هست. آره دقیقه دومه. آره دقیقاً میبرم بالاتر ان شاء الله که پنت هاوس در میاریم دیگه کم کم ان شاء الله چی بچه‌ها دیگه با هم دیگه میایم بالا ان شاء الله. آره دیگه چه خبره دیگه؟ چه تعریف چی شد حالا یه دفعه‌ای چیز کردین تصمیم بگیرید بلنشین این بر یادتون باشه که از خیلی وقتش قرار بود ببینیم. آره باز هر دفعه نمیشد. قضیه واجد قرار بود تو بگو. قرار بود ولی مثلا بیاد خودش اول. نه اون قرار بود داره یه سری قرار بود ولی خب اومدن ما نشد. بعد شدن تاسمانه همین حاجی. آره حاجی من خیلی بد قول. خیلی بد قول. همه میدونن. شما لانگ دیستنس میشناسیدش، ما با هم زندگی کردیم. آره همینجوری شد دیگه. همینجوری شد دیگه. همینجوری شد دیگه. نه من سرکار میرم. ایوه خب میگفتی نه دیگه بعد نه دیگه نمیذارم چه بیکار بودیم دیگه، گفتیم بریم چرا نبریم نه کار بودیم پس کار داشتی نمیبینیم یه بسیار شکار باشه دیگه. خب گفتیم بریم مثلا پیش تسمانی بچه‌ها رو نزدیک ببینیم، آقای دیایدی و آقای مهران و بشینیم حرف بزنیم. آره خوب کار کردیم بچه‌ها. ببینیم چجوریه فکر وضعیت کنم یک کشور حالا چند ساعت فاصله ولی خب اصلا نشده بود که بشینیم و حالا چی حرف بزنیم، چی بخوایم تبادل نظر کنیم یا هر چیزی دیگه. بچه شما به عنوان پرودوسر چجوری کارم مثلا از خیلی زیاده دستورتون مثلا پره که بخواید بگیرید ازتون بیت بخوان و فلان اینا چجوریه؟ خیلی زیاده چون پرودوسر کلا تو رپداری کمه یا مهران هم خودش هم میدونه مثلا کلا شاید انگشت شمار باشه. آره و اگه بخوای مثلا من خدای کسی رو درست نمی‌شناسم جدی دارم میگم واقعا شاید من شما به دو رقمی فکر نکنم برسم. جدی دارم من چند تا که میشناسم خود شما داره، نه اینکه فقط میشناسمتون، یعنی توی کسی که پرودوس نه همینطوری باشه مثلا واقعا خیلی کمن، اگه هستن خیلی کم کارن. آره یه مشکلی که رپداری داره کلا همین، مثلا بچه‌ها هستن استعداد هم دارن ولی کم کار. الان نمیخوام زیاد اینو دوستان رو دوباره ببرم قسمت رپ دریا اون لاماسا پشتش خیلی زیاده اصلا نمیشه صحبت کرد. ولی خب آره یکمی باز میخواید بگید چه جوریه مثلا کاراتون چه جوریه فلان، دستبارتون پر میتونه باش درآمدم دارید ازش؟
درآمد مثلا از رپ دری اصولی نمیشه گفت مثلا داشته باشه. مثلا درآمدی که بشه باشه زندگی کرد اصلا نداره. اصلا آیا مثلا اینطوری که بعضی اوقات یه چیزی آدم بگیره آره هست درسته. یا باید باشه دیگه. حالا چیزی رد و بدل میشه. آره چون حالا همه داریم که چیزی در نمیه، ولی خب از یک جای شروع میشه به هر حال دیگه. بعد باید داره یک هزینه های چیزایی باشه که او به قول گفتن چه او کسی که داره کار میکنه یا او کسی که کارو میخواه ارزشی چه مثلا درک کنه برش. مثلا میگه آقا من هزینه کردم مثلا باید این کارو مثلا جمع کنم، یا مثلا پرودوسر میگه آقا من هزینه گرفتم باید بهترین مثلا چیز خودم گفتن دین خود ادا کنم یه کار انجام بدم. و چرخش باید باشه. و چرخش کلا بال میشه مخصوصا مثلا برای مثلا پرودوسرای مثل ما که مثلا هم آرتیست هم هستن هم پرودوسرن. یعنی آرتیست به این معنی که اسم ما مثلا تو تایتل هست میشه، نه فقط اینطوری پشت صحنه نیستیم. و اینطوریه که خودت باز پروژه جمع میکنی، آرتیست میگی، باز به اون آرتیست ورسش مقداری میزنی، اینطوری حال میده اینطوری. ایوه حالا چیز زیاده دیگه، مثلا کلاب میای بعضی وقتا فلان نمیدونم حالا معرفی میشی منو بعد خوبه اینا. مثلا پیشنهادتون برای کسی که میخواد پرودوس کنه یا شروع کنه پرودوسری چیه؟ یا ادوایس بدید برای استارت فقط یا برای کسی که میخواد استارت پرودوسری رو بزنه که توی رپ دری حالا شروع کن داشت فقط حتی با گوشی هم میشه الان زد. ما خواستم بگم فقط اگه میبینه چیزی داره، یعنی نه که دروغ بگه، در خودش اگه واقعا احساس میکنه چیزی داره، استعداد داره یا میتونه، فقط شروع کنه. آره دیگه. ما خودم دیگه شما میدونیم میخوام 3 تا نظر مختلف از شما بشنوم چون 3 تا پرودوسر مختلف هستید. یکی نظرتون رو کلاس نرا داشت یوتیوب همه چی هست میتونی یاد بگیری. کلاس من میتونم بگم که اگه یه چیزی به خصوصی مثال اگه میخواید، چون من خودم حالا مثلا وقتی که شروع کردم بیشتر میکس مستر زدن اینا، خب بود یوتیوب بود فلان بود اینا. آره مثلا علمیه حالا دقیقاً میگم اگه میخوای چیز کنی فقط بیت بزنی فلان اونا هم جوابه. آره تو یوتیوب میتونی خیلی چیزا دستگیر باز خود خلاقیت داشته باشی اینا کار راه میفته. ولی اگه میخوای مثلا خیلی چیزتر حرفه‌ای‌تر یا خیلی چیزا مثلا بری به قول گفتن تو زمینه میکس و مستر، دوره برداری خیلی خوبه به نظرم، خیلی کمک میکنه. من خودم دوره‌ای که مثلا برداشتم واقعا خیلی تاثیر داشت. آره تو میکس درست تاثیر داره. توی مثلا باز ملودی باز مثلا ما شکلیه که شاید بهت وسایلش نشون بده. مثلا اینجور پلاگینا اینجور وی اس تی استفاده کن، اینطوریه مثلا گام ها رو بهت یاد بده و کورد و اینجور چیزا. ولی اینکه چی در میاری پا خودت. آره دیگه مثلا برمیگرده چیزا مثلا آقا ابزار دایت میده یا این ابزار مثلا فلان کار می‌کنه یه امورده است و مثلا فلان با دیگه تو می‌خوای واسه کاری بکشیش کار کنی که بستگی داره اون خلاقیت و چیز خودت. بعد یه چیزیه که چی میگم وقتی که مثلا شروع میکنید آقا مثلا دور برای آهنگسازی نمیره سخت نگیرید. سخت نگیرید. مثلا درسته مثلا یه چیز جدیده شاید مادی اصلا قبلش مثلا هیچ اکسپریانس یا مثلا هیچ تجربه ندارید، ولی خب همه باید از اینجا شروع کنم. میدونی من یک چیزی که خیلی شنیدم بچه‌ها هم اونایی که اینجا تازه میخوان شروع کنن میگه آقا واز میکنیم حالا چه فل چر دی دبلیو دیگه ایران میگه انگار مثلا پشت هواپیما نشستی. آره یه خورده شاید تو تصویری که میبینی مثلا ترسناک باشه شاید، ولی راه میفته. ترسناک نیست. کتاب یادش قضاوت نکنی. آره نه خدایی خب چیزام واقعا زیاد داره، نه که چیزام راحت باشه فلان، ولی خب قرار نیست از اول همه چی رو بدونی دیگه. من خودم شروع کردم، خب شاید باورتون نشه من خودم با گوشی شروع کردم، باورم نمیشه. با آیفون. خب با سند دارم خدای سند دارم. گاراژبند یا فیلم موبایل؟ گاراژبند ما گاراژ شروع کردیم. اولی بیت با گاراژ زدم. میبینی خدایی نه بچا شروع کن. اگه آیفون داری گاراژبند داخل گوشیتونه. اولی بیت با گاراژ تو دستشویی زدم. من سر کلاس زدم. من دارید؟ مردم درس میخونن. آره فایلش هستش. اون چیزی که اولین بیتی که زدی داری؟ خنده نمی‌کنی؟ اینا نکن این گاراژبند چون دیده میشه. نه الان داخل فایل هم نکن یه دونه. خب میخوام بیتی که اولین بیتی که زدی بذاری ریسن بچا گوشتون رو بگیرید. یادش بخیر.
ما که گاراژ هست چیز فایلا نیست کارش خدا شکر. آره دیگه بچه‌ها یه خیلی چیزا بود الان اسمش یادم نمیاد. بعد یه سری چیزای دیگه بودش اینجوری حالت چی میگم حالا لوپ بودش بعد آماده بعد اینا رو مثلا مثل حالت لانچ بعد مثلا میگرفتی سر هم میکردی ارنجش میکردی. آره خیلی با اونا برمی رفتم. بعد یکی از رفیقایم سعید معرفی کرد گفت رو چیز گفت مثلا نسبت برنامه‌ای که توی گوشی هست خیلی کامله و رفتم دیدم من چه چیز بسیاری اینجوری توی گوشی دیگه با گاراژ آماده است. فایلا پاک شده. فایل پاک شده. مال خیلی وقت مال 2016 آره 16 ما خود من خیلیش ندارم آخرای چی 2016 شده خدا 10 سال گذشت. خیلی سال نه ولی شروع کنیم مثلا همون گاراژ بند هم داریم اون زیاد مثلا پیچیده نیست اندازه مثلا FL یا مثلا ایبلتون یا هر چیز دیگه ولی شروع کنید همه شو دو توتوریال نگاه کن. آره. اگه هم خواندیم بندلب نصب کنین آجی مثلا بندلب واقعا آره الان بندلب هم هست آهنگ داریم تو بیلبورد تاپ میشه بندلب با گوشی ضبط شد. خداییه آره از بچهای حالا چیزام که میشناسیم رجیم زیاد با چیز کار کردم. آفرین همین آهنگ آخری که داد خودش بندلب یعنی بخوای میشه نمیدونم بندلب چیه. یه دونه برنامه یه دونه اپیه مثل گاراژ بنده بعد میتونیم داخلش مثلا رکورد کنی یا آتوتون بندازی و این ایوه پس میتونی باش تقریبا این آره رکورد اصلا میگیرن دیگه الان باش مثلا خیلی مشهور. ایوه خدای پشمات میذاره ببینی قشنگ چقدر تمیز میشه در واو. بعد داخل اندروید هم حتی مثلا اگه گاراژ بند مثلا نیست چیز میتونه آدم فیلم موبایل خیلی راحت کرکش پیدا میشه. فیلم موبایل کرکش خیلی راحت پیدا میشه توی بندلب فکر مثلا برای عکس بندلب رو حالا میذارن داخل چیزا رو داخل ویدیو بچه‌ها مثلا یه دونه همینجوری بعد تستی بدم یه کار میذارم مثلا از من نیست یا از ما نیست همینجوری داخل مثلا خود بندلب مثلا ترندینگ دیگه کپی رایت نخوریم تبلیغات اومد کپی رایت نخوریم ما اجازه بشه فکر نکنم به حال آره خلاصه حالا تا پیدا کنم فقط شروع کنین دیگه چون واقعا هم کمه مثلا به تعدادی که مثلا رپر هستش بخوای حساب کنی پرودوسر اصلا نمیشه قابل مقایسه نیستش. آقا تا ایشون یه بندلب پیدا میکنه یه پاوز کوچولو بگیریم بیایم. آقایون تا بچه‌ها یه پاس کوچولو میگیرن خواستم فقط بگم که به زودی قراره توی کانال وایب آرکید یه سری مسابقات برگزار بشه. کسایی که دوست دارن داخل از این مسابقات شرکت بکنن میتونن به دایرکت من پیام بدن توی اینستاگرام thepk123 حالا اون آیدیش هم میاد بالا که خودتون ببینید. اگه دوست داشتید میتونید داخل مسابقه شرکت بکنید که آره جایزه هم داریم دیگه. میخوام ببینم کیا میخوان داخل این مسابقه شرکت بکنن. بچه‌ها پیس پیدا کردی دیگه آره آره بچه‌ها اومدیم. آقا این آهنگ بندلبش چرا میخندی بچه‌ها کارو با بندلب ضبطش کردن. یه داستان پیش اومد بیخیالش ما جدی نگیر. آقا یه کاری که میخواد پخش کنه با بندلب میخواد ببینه که بندلب چقدر قویه و چه کارا میتونه بکنه. برای کسایی که میخوان با بندلب شروع کنن یه دونه کار پلی کن. آتوتون داره داخل میدونی البته کاری ندارم فعلا داره اینجوری پخش میکنه. خب ما بهتر گوش میکنیم تا اینکه بخواید شما یعنی اون کوالیتی اصلی که ما داریم گوش میکنیم ما شاید شما نتونید گوش کنید چون چیزه ولی خب معلوم بودش. آره ولی خب برنامه قویه. من اگه کسی بتونه باش کار کنه یا یاد بگیره کار کردن میتونه واقعا پیش ببره یه سری از کارا رو. آره دیگه خلاصه فقط خواستم نشون بدم آقا با یه مثلا برنامه اپ داخل گوشی میشه کارا بندازه میدونی. آره توی آره دیگه. بله اینجا خواستی بگی که یعنی امکاناتم حتما نباید 100 باشه. یعنی مثلا به فکر این نباشید که مثلا فکر کنید اوی طرف همچین امکاناتی داره که داره همچین کار میزنه. نه اصلا این داستانا نیست. خیلی در خبری نیست مثلا شروع کن از یه جایی
درست میشه. به فکر این نباشی که آره الان شما میرید وارد یه مارکت میشید دیگه چی آره این وقت راکستار میشید. آره خبر نیستش ولی مارکت رو با توری لنز مثلا با گوشی چیز میکنه آره زندان. دقیقاً اپوش با فرنگوشی زندان یه داداش از داخل زندان با گوشی رکورد میگیره کارا رو پخش میکنه آلبوم میده. کی توری لنز اون کیه؟ آرتیست آمریکاییه. ایول بابا یاد بگیرید تو زندان دارم چی کار میکنه. من که کارم پرودوسری نیست واسه میگم بچه برای آره یه چیز دیگه هم که هست مثلا داخل رپدری خیلی کوچیکه بعد مثلا آدم اگه یک نفر شروع کنه استعدادش داشته باشه 100% شنیده میشه مثلا کسایی که پشت صحنه هستن و باهاشون مثلا حرف زده میشه. یعنی تو استعداد داشته باشی بقیه میان سمتت و کیفیت کار ناخودآگاه میره بالا. نه مثلا توی خود خوندنه هم تو خوندن مثلا بقیه میان کمکت میکنن هم تو مثلا ویژن مثلا آرتیستیت کمکت میکنن توی مثلا کاور توی ویژوالایزر حتی تو بیت و میکس مستر بچه‌ها کنار میان. ما تو قسمت رپ دری که حالا نمیگم به رپ دری بستگی داره ولی کلا توی این کلا دری بازا ویژوالایزر نداریم اونجوری که بخواد مثلا خفن باشه که بخواد ویژوالایزر کنه و فلان اینا هست ولی خب بچه‌ای که مثلا زیاد شنیده نشه مثلا یک نفر سبودی هست مثلا چیز شاید بشناسه 222 خالدی. آره. خالدی او واقعا کارش درسته. واقعا تمیزه. مثلا خود از بچه‌ها چیز امیر میتون توی سبک خودش امیرتون مثلا خود کاور واقعا دیگه امیرتون میگی آره. و جالبی یه چیزی که در مورد امیر بگم مثلا بیت میزد و چیز ولی خب طرز فکر مثلا خیلی اینجا مهمه. آمد دید که مثلا یک نیاز مارکت مثلا یک آرت ورکر یک کسی که بیه مثلا ویژوال بزنه کاور بزنه فلان ولی خب یک استایل متفاوت رفتش اون طرف. من چی میگم یعنی حتما لزومی نداره همه رپر بشن همه پرودوسر بشن هر چیزی در جای لازمه دیگه. دقیقاً که یه حرکتش مثلا خیلی خوبه هر کسی مثلا شاید دقیق قسمت فکر نکنه. آره نه امیرتون من قبول دارم خدایی ذهن بازی داره واقعا کاراشو ادام خیلی تمیز میکنه یعنی نه واقعا شاید واقعا خیلی خوبه. چجوری بیشتر توضیح بده برای کسی که میخواد بیاد داخل رپ دری آرتیست یا مثلا فرق نمیکنه میخواد پرودوس باشه میخواد یه نظر داخل این دوربین بگو بچه‌ها شما یه نظر داخل اون دوربین بگو. یا من آقا اگه آرتیستی خدا وکیلی شروع کن حتی با گوشی هم شده شروع کن اگه کارت خوب باشه سانکلاد بذار شنیده میشه یعنی مثلا دست به دست میشه کارا ولی به خاطر اینکه بخواید حالا نمیگم چیزا ولی خبری کلا توش نیست ولی الان شاید خبر نباشه ولی خب شروع فعلا آش نمیدن. آره الان در حال پختن باشین باز بعداً آره فعلا آسفالت میکنیم بعداً ماشین سواری هم میکنیم. آره فعلا اون حالا بندمی آسفالت کردن اشاره کمک کنیم. آره آسفالت رو کمک کنیم خدا وکیل. نسل قبلی آسفالت خیلی بچیندن یکم آسفالت نه شن و خاک و چیزا آوردن همون رو زدن خراب کردن. آره خدا وکیل. ولی داره نسل آینده به نظرم واقعا نیاز داره. نسل جدید خیلی ماشاءالله بچه‌ها خوب خیلی زیاد داریم حاجی. آره خوبیشه نه بچه‌ها خیلی زیاد داریم. منتها بنده خدا حالا نه اون امکانات چیزا رو دارن نه اون آدینس رو دارن که بخوان دیده بشن. متاسفانه دارن. حالا 3 تا آخه پلیس داریم برای مثلا آرتیستا. یکی وطن خودمونه که اصلا استودیو نداریم. پرت شد. یکی ایران میمونه که ایران بچه‌ای که داخل ایرانن دستشون خیلی مثلا بسته است. آخر مهاجرن ایران هم میدونیم شرایط شکلیه. مثلا الان الان خیلی بدتر شده. بچه‌ای که این طرفن هم قدیم خیلی فعال‌تر بودن. الان واقعا فعالا فقط بی آی دی و مثلا تاسمانی و بچه‌های چیزا دیگه. آره بچه خود حالا خب نمیخوام چیز کنم ولی کسایی که توی اروپا هم بیشتر منفعتی نگاه میکنن بچه‌های دیگه ولی بچه‌ها اون طرف عشقی کارن. آره من بچه‌های حالا بازی فکر می‌کنم شرمنده چیزا مثلا اونوریا باز سنا همه خورده پایین‌تره چیزاش شغلشون بیشتره. حالا ما خودمون هم توی از اون تایم بودیم من خودم شخصا خیلی انرژیم فولتر بود یعنی مثلا میذاشتم. بعد یک نکته دیگه هم که فکر می‌کنم خیلی مهمه که تو وقتی که مثلا شروع میکنی حالا به عنوان هر چیزی آرتیست پرودوسر یا فلان با چه ذهنیتی شروع میکنی مثلا اگه هدف داری مثلا مثال هدف داریم تا هدف یکی هدفش یه آقا ساختن این مسیر یا مثلا یک خشتی به قول گفتنی گذاشتن و یکی از فقط بخواد مثلا بگه من برم 4 تا درداف مخ بزنم یکی هستش میگه آقا مثلا برم رویا پردازی فلان اینا فکر میکنم خیلی مهمه.
اگه مثلا قرار ساخته بشه هدف خیلی مهمه. حالا مثلا اشاره کردی فلان بعضی بچه‌ها چون هدف دارن، یعنی چی میخوان یک حرکتی بزنن، یک تغییری یا یک حالا در اندازه خودشون میخوان یک تأثیری داشته باشن که اینا مهمه فکر میکنم. چی بگم حالا میگم باز این طرفیه به گفته خود، اونوری خب باز انرژی دارن و فلان، به گفته خود یه اونا عشقی کار میکنن. بعد موزیک هم همش در مورد همون بچهای مثلا 17 18 ساله 15 ساله است. ما خودمون همه تو هم سن شروع کردیم ولی اینجا بودیم. بچه‌ای که باز اینجان و الان تو سنن اصلا دریشون حتی نصف است درست میکنن، نمیفهمن اصلا. ما خودمون اونجا دری نمیفهمیم. مثلا من خودم شخصا فارسی حرف میزنم، بچه‌ها دری هم مثلا کار میکنن، بعدن‌تر مثلا قدیما بچه‌ها ریاکشن میرفتن ما تازه میفهمیم طرف چیزا لفظا یا مثلا تایپوگرافی درست میکنن بعد تازه میفهمم. خودم میکس کردم شاید 100 دفعه گوش کرده باشم ما نفهمیم چی گفت. خدایا همینجوری خیلی پیش میاد، خیلی پیش میاد. مثلا ما که اینور خب خیلی قاطی می‌شدم، مثلا فارسی که از اول بودش. من الان دارم توی این جمعیت دارم 4 نوع زبان صحبت میکنم. دقیقاً خونه میرم یه زبان دیگه حرف میزنم. تو خونه من 2 تا زبان صحبت میکنم حاجی. با یه زبان صحبت میکنم، با خبردارم یه زبان حرف میزنم. خب اینا همش تاثیر داره دیگه. مثلا سوئدی اینور میری صحبت میکنی، اونور میری انگلیسی صحبت میکنی، اونور میری دری صحبت میکنی یا فارسی صحبت میکنی. بعد خیلی جا دیشب فوقمون داشتیم صحبت میکردیم اصلا اتوماتیک اصلا دست خود آدم نیستش. مثلا مثال من با دی آی دی مثلا دری دارم صحبت میکنم تا صورت برمیگرده طرف محمد فارسی میشه. خیلی اتوماتیکه میدونی. آره بعد شما گلشری صحبت میکنید. مشهدی حرف میزنم. مشهدی یه بازی اینجا ما یک گلشری داریم بچه‌ها. مرد که چغور چخچخی دوم بچه‌های گلشر. ولی جالبه مثلا همین گلشر پاکدشت اینجا مثلا رپخیزن، مثلا بچه‌ها واقعا چی میگن خدایا این ربات کریم پاکدشت کرج اینقدر آرتیست رپ داری داره هیچ جا نداره. اصلا خیلی زیاده خدایی. بعد آخه این کالچر مثلا رپ مثلا همینطوریه. مثلا تو نگاه میکنی یک نفر تو محل انجام میده خوشت میاد کوله بذار مثلا ما هم انجام میدیم. اینش خوبه. باز میگم ایران یه جوی داره لامصب. اگه اونجایی میبینی یکی یه کار میکنه هر چی باشه میره سمتش میگه ای ور فلان اینا تشویق میکنی. اگه جا محله با هر چقدر کوچیک‌تر هم باشه باز اون تشویق خیلی بزرگه. ولی اینجا نمیدونم حالا یه سری امکاناتشو دارن فلان فراهمه ولی خب اون تشویق انرژی خیلی کمه. اصلا یه جوریه نمیدونم چرا. ولی به گفته تو کالچر رپ اون طرفا خیلی اصلا داستان فرق داره آجی. زمین تا زیر زمین فرقشه. ولی کالچر مثلا آندرگراند سودم خیلی عالی. رپ آندرگراند رپ اصلیش نه، رپ اصلی که در مورد گنگستر اینا نه، رپ آندرگراندشون ولی مثلا کامل یعنی گلیچ ترپ گلیچ پاپ هایپر پاپ میخوان. خیلی خوبه خیلی خوبه. من زیاد نمیشناسم اینجا چون گوش نمیکنم مثلا سوئدی فلان. این فرق میکنه مثلا رپ آندرگراند سوئد با مثلا با رپ اصلیشون که خیلی اصلا زمین تا آسمون فرق داره. من خب بیشتر پیشنهاد ببینیم کیا میگید کم معروف‌تر باشه مثلا بلیدی خیلی سوئدنی. مثلا لیل پیپ که فوت کرد او به انگلیسی میخواند. مثلا یانگلین انگلیسی میخوانه. لیل پیپ مال سوئد بود. آره گوستاو اسمش. پشما لیل پیپ نمیدونی؟ نه او شیت همینجا بود. خیلی خفن بچه‌ها سکون بود. آره خبر باشه شیت اون خودکشی کرد یا چی شد؟ نه اودی زداره. او زمان خیلی چیز شده بود. زنکس مینداختن تو آمریکا بعد پیلار پرس میکنن. نه بچه چیز یسن قسمت رو گوش نمید. آره نرین سمت اینجا آره چیزیه که هستی آدم باید دنش حرف بزنه. چیز خوبی نیست. چیز هم میزنی نه حرفت دراک شد. نه شما پاک سلام ما چای میزن. چای سبز. آره چای سبز. خلافتون فقط چیز بگید نه چای سیاه و چای سبز. حالا سانگمونم اسنوس آجی اشغالش حالا شاید از مولتر شاید ماری جان شاید تازه اسنوس سنگین میزنه. اسنوس میزنه که توش تنباکوه واقعا. یکی که ما میزنه اسنوس فیک داشت چاپ شده. کی چیز کو؟ آره تو اسنوس واقعی میزنه خاطر این روحای دیگه نه ناصر واقعی. ولی جالب شده همه جا معرفی شده واقعا همین اسنوس مثلا. آره خیلی
ماشین کی بود خدا چیز میگفتش اون ورشون سنون علیرضی بود. من گفتم مگه اونورم هست. آره زین و ولا انقدر زیاد شده تو آمریکا، زین زیاد شده، توی بقیه اروپا ولا خیلی زیاد شده. از مهاجرا که اومدن تو سوئد همه چی رو آمریکا یکی از بچه‌های شرکت چیز کار میکنه همین سس درست میکنه نه از اینجا میفرستن آمریکا. بگم کلا سوئد و کلا اسکاندیناویا کلا چیزشه خانشه. نه از خیلی قبل هم میگه بود نه اصلا اینجا اومده دیگه گفتیم پاوچا میزنن بخش شده. چیزا رو دیدی بعضیا سوئدیای اصیل میارن نشوش تر میندازن دیدی اینجوری خیلی اصلا واو. آجا خدا بیامرز با بزرگم همین کارو میکرد ولی اسمش سبز بود. بعد مثلا نه دستمال کاغذی نه هیچ چیزی یه دایره‌ای بود آینه داشت. اوره که چیز جان نسواری انقدر هوا همچین من خدا مثلا مینداخت میرفت اینجا. بعد جالبه که مثلا هیچ چیزی هم نبود که اون نگه داره. نمیدونم چه زیر لب نگه من عموی خودم اینجوری یک با قول گفتن یک کپم مینداخت زیر مینداخت والا فکر کنم مثلا از این فاصله اینجوری نمیدونم چیز میکردن واقعا. آره نگه داشتنش واقعا سخته. خب من بچه بودم آجی بس مثلا خب مهمون پیمون میمد دیگه بابام کی چخ نسوار نزد و فلان بابا من تنها خلاف سیگاره. بعد نسوار اینا مهمون مینداختن بعد وقتی تمیز کردنش هم همش کردن قسم درب دعواش تمیز کردن اون لامصب دست ما بود. ولی همه یک دور یه چیزی داشتیم واجی بدترین چیزی بود که وجود داشت. بچه‌ای که نمیدونن خدا شکر توی آره خدا شکر کسایی که توی ایران نمیدونن تفدانی چیه فلان مثل یه جوری مانم بود. آره یک جام چیز ساعت شنی دیدین چیه ساعت شنی ولی فلزی آلومینیوم بود سبک بود. آلومینیوم آره یه همچین چیزی بود. بعد مهمون پیمون که میومد آره نسفا مینداخت و اینا بعد بابا میگه برو تفدانی رو بیار برو بشور. بعد آره برو اونو بشور خودش میزنه به ما میگه برو بشور بابا برو جالبشه ما فکر می‌کنیم اینا فقط مثلا مال کالچر ماه ولی تو آمریکا مثلا ردنکا دقیقاً همینا رو دارن. اونا هم دقیقاً ناس مثلا فله‌ای میزنن دقیقاً هم همینطوری چیز دارن کاپ دارن کاپ توفشون دیگه به بچه‌هاشون نمیگم برو بشور نه خودشون اونا ادعای حد کلاس رسیدن حداقل خودشون میشه بازم خوبه. آره ما به خدا اصلا تراماتایز میشدیم اون موقع و غذا که میخوردن تمام میشد میگفتم برو اون چیزو بیار. دست مس میشید. آره آفتابه و فلان چیزو بیار دست مهمونا رو ما باید میشد دست داره دادم میشستی بعدن یه دونه چیزو اولم دوشت بود. داره حاجی اونجا دیگه از اون ببین از همونجا ما کارگر به دنیا آمدیم خدا. حالا از یک نیمه مثلا میشه گفت بحث رسپکت اینا بود ولی خب مثلا بر ما که خورده چیز بودیم بچه بودیم خورده یک تست چیزی داشتش که مثلا غلامی چرا محمد دارم این کارو بکنم خدای حس غلامی میداد. کتک رو میخوردی؟ وای نگو این کتک من کتک نمیخوردم جای تعجب داشت. جرئت میکردی بگی من نمیکنم این کارو؟ نه بابا من جرئت آجی من باشگاه میرفتم کوچ بچگی بودم کوینفو کار میکردم. اوی آره گوش کن چی کوینفو کار میکردم بچه بودیم فلان اینا. بعد مهمون که میومد من تازه یاد گرفته بودم تا اولاش بود مثلا چند ماهی رفته بودم آدم چند ماهی رفته رزمی خب چی میفهم هنوز نه درسته بلد فلان. اون موقع بعد چیز بود فرم 1 میگفتن یا خط 1 چون فرم بندیه دیگه خط 1 و فرم 1 و فلان. بعد مهمون که میومد همین آجی بابای من جون میگه پاشو برو لباسای کوینفو تو بپوش. آجی من مگه میتونم بگم نه آجی ناموسن دارم میگم اینو کی نگاه بعد اینجوری نگاه میکنه میگه بچه پدرنامت گفتم برو حاجی وجدان من گفت مگه مثلا اونا اومدن سیرک من برم وقت می‌خواستم همین بگم حالا مثلا میمون حرکت دو تا واسه مردم حال کنن. من گفتم نه یادم رفته اینا گفتم پاشو حاجی یه دو تا حرکت بزن میمونا عشق کنه. کاری بودی باید مثلا من زمان چیز میکردم دیگه مثلا قرآن زیاد میخوندم بابایم چیز میکرد بعد مجلس میشد بابایم دست من میگرفت بریم اینجا بعد همه نشستن مثلا میخوام بخونم بابا میرانو بگو بخوام بچه بخوانده شروع کن حالا بابا ولی ما چرا من بخوانم شیخ آسمانی بچه. ولی آره خب میرفتیم من بند وقتی لباس میپوشیدم کمربندم اینجا بلد نبودم ببندم برای خودم چون بعضی وقت برای من استادم میبستی باشگاه بلند بود من کوچولو بودم افتخار میکردم. آره بعد اینا خب میبستیم یه جوری به زور با بدبختی میبستیم و میادیم جلو مهمونا
حالا آره اونم میشستم آجی یه جور انگار دارم مثلا پخش زنده دارم اینجوری نگاه می‌کردم خیلی گوشی دارم نزدیک میبینم تو شروع آره بعد تمام که میشد همه دست میزدن اینجا من بدبختی اعصاب خورد میرفتم اینجا لباس آب پرد میکردم یعنی چی آخه به من چپ داره یک وایبی بود مثلا همه چیزا فاز کلکلتوری بود مثلا اون گفت بچه من اینجوریه اون گفت بچه من فلان کارو میکنم اون گفت فلانی فلان ولی خب جالبیش می بود که هیچ کی باز مثلا برای خود او شخص و برای او حرکت مثلا ارزش قائل نبود فقط جایی که مثلا فهم کنم حالا من اینجوری اسم میکنم چیزی چی بود که برم بشین اینجا بگم فلانی بچه من فلان کار میکنم بعد که بخوام حالا اون طرف اون کارا داره میکنه بیا پوشش کنی مثلا چیز کنی حمایت کنی یا بگی ولی فلان تشویقی نبود ولی بیشتر خاطر از بود که مثلا نشون بده آقا مثلا ناره ماماره بچه من کاری هستی خلاصه ما زورو ولی باز فکر می‌کنم تو همین چشمه توی جای کار می‌کنه مثلا خیلی از خانواده‌های آسیایی مثلا آسیا شرقی تو همین چشمی بچه‌هاشون مجبورن ای بگیرن تو همین درسا خب رقابت می‌کنه رقابت کارنامه‌ای مثلا می‌کنه آخه ببین اون باز یه چیزی یه حداقل تشویقی هم پشتشه اوکی رقابت میکنن فلان ببین داره این کارو میکنه من میدونم که تو بهتر از اونی برو این کارو بکن بچه تشویقی میشه برای ما میزنن تو سر بچه فلانی این بود تو چه اینجوری آره تو آره اینجوریه دقیقاً فلانی رو نگاه کن تو از اون چی کم داری من هم سن تو بودم تو به دنیا اومده بودی کلا توی هر چی هم دیگه دیگه درست مثلا چیز شبه تاثیر مثبت داره ولی اگه اشتباه بره تاثیر منفی میذاره آره یه کلمه به اون پدرای آینده‌ای که یه کلمه اینجا بگید بچه میخوان با بچه همچین برخوردی میکنن یه کلمه بهشون بگید نشیختی نکنید تشویق بهتر از تنبیه تشویق خیلی بهتره تنبیه مربیه نکنید بچه کلا خوب نیست الان میره در خود ما گفتی یا چرا همین چیو مثلا پدرای آینده گفتی آره دیگه ما هم پدریم دیگه ما که خودمون بلدیم چه جوریه من فهم کردم وایسا پدرای گذشته وجدانن چرا خدا وکیلی چرا آقا سوزوندید شاران دید ما رو خدا ای خدا بچه یه خاطره بچگیتون بگید یه خاطره چه خاطره خاطره زیاده تا حالا اینجوری شدید شما چجوری از این باباتون بگم بیا مثلا این کارو بکن آها البته خب من که چیزی بلد نبودم میخوام مثلا چیکار کنم بیام اینجا هلیکوپتری بزنم جلو خب من دیجی کو نه اون موقع خب چیز خاصی نبود که مثلا بلد باشم مثلا خیلی مثلا میگم واو مثلا چه کاری مثلا اونجوری نبود من بیرون بودم مثلا اونجوری نبود رندوم مثلا چیزی بودش انجام میدم مثلا پشتک بلد نبود بهش چی پشتک بلد نبود بک فلیپ نه بابا فرانت فلیپ بک فلیپ ساید فلیپ نه جی من تنها چیزی که مثلا یه جوک میگفتم شد یه جوک آره جو گفتم به جای جوک بگو اینو یادم آره جوک یاد گفتم الان خدای یادم رفت واسه نه خب جوک خدای بلد بودم خیلی جوکای مشی بلد بودم خدای اصلا بعد تهش مثلا شاید مثلا جوکم تمام شد مثلا نمیخندیدی مثلا دایرکت نمیخندیدی خب مثلا اینجوری میذاش بعد یه دفعه آره نه خدای میگم خیلی جوکای مشی بلد بودم خدای الان یادم نمیاد آجی مثلا به آخرش نمیگفتی که اینو باید دوباره گوش چون من حرف از جوک نمیزنم اینو نمیگفتی جوک آره دیگه موقع خب خیلی جوک مثلا خیلی رواج پس من با تو یه ویدیو دیگه باید بگیرم چیز جوکای شاهرمه‌ای تو چی بنو جوکای شاهرمه‌ای خاطره واجه همین جوک بود بعد مثلا بچه‌تر بودم مثلا شاید پیش دبستانی بودم میگفتن چیز کنه حالا که یاد اصلا یادم نمیاد بعد ولی مثلا 5 بودم 6 بودم اینا به دبستانی میرفتم چیز بود چی میگن اسمش خدایا میگفتن اندی بخوان بخون اینا الان بلد نیستم بودم علی حفظ بودم انگار حفظ ویدیو وگرنه رو داخل تیپ داریم میتونی ما گذاشتن رو کمد داخل کمدم بعد دارم میخوانم تو بخوام کوچیک تازه دارم آره تو ویترینم بعد دیگه بگو بعد باز مثلا بزرگتر شده بودم مثلا 8 9 کلاس دوم سوم دبستان بود خود فامیل خود مثلا خانواده نه ولی فامیل مثلا آدم گوشه میگه مثلا بگو مترجم مثلا به انگلیسی چی میشه میخ به انگلیسی چی میشه مثلا آره نمیدونم یعنی چی خوب چه تشویقی داره مثلا چه افتخاری داشت براشون مثلا بی بچه من انگلیسی بعد بیا دیزا انگلیسی بعد کن آجی من اون موقع تازه رفته بودم کلاس انگلیسی حرف بزن
چی بگم؟ خب مگه اونا میفهمن مگه تو اونا که چی نمیفهمن. ما یادم مثلا کوشیکش زیاد نگاه می‌کردم در مورد کوشیکش باشن حرف می‌زدم. مثلا چی نمی‌فهمم میگم که من فقط میگفتی دیگه. اصلا آخه برنامه شده گفت انگلیسی من یا تازه اونم افتاد ما موقع تازه مؤسسه رفته بودیم مؤسسه ادبی یادش بخیر بعدش اسمش عوض شده فلان اینا میرفتیم اونجا ما تازه 2-3 تا میرفته بودیم تازه گرفته بودیم بشماریم 1 2 3 با این لهجه بعد و فلان بعد بابا میومد میگفت تا 100 بشمار جلوی میمونا حالا ما یعنی خب چی آخه یعنی چی 1 2 3 4 5 اصلا عجیب ما انگلیسی بلدیم بسیار هم درد داریم حالا از قبلترش مثلا انگلیسی باز میگفتی مثلا چیز میکردم قبلا خیلی قبلترش اینجوری بود که یک گوشه مثلا میشیش اینجوری میکرد خب اصول دین فروع دین اینا رو یاد بگیر اینا رو چیز که باید اینا هم داشتین؟ ما که اینجاش مثلا کتک ایجاخ نخوردم ما مثلا این دست شستن مثلا ایجاخ نبود نه چای آوردم آره از این لحاظا خوب بود خدا وکیلی آره حداقل چیز نشه ما اینا اوکی کردم با شما ولی هیچ وقت خودم پیش نیومد نه انقدر تو دلت بها کتک خورد کتک حاجی من اصلا شام و نهار بود برای من مثلا اسلام هم کسی به ما چیز نمی‌کرد ولی داداش کوچیکم اینجا که مثلا اومد تقریبا مثلا دفعه 15 که شد 14 15 که شد یه دفعه تصمیم گرفت کتک بخور نه ما از بعد میخوام مذهبی کامل باشه مذهبی اون هیچ کس تو خانواده مذهبی نیست ولی کامل توی دایره اصلا همه همینجوریه یه دایره اصلا یه توی چیزی هستش توی دورانی هستش نه توی دورانی هست آدم مثلا میگه من میخوام اینجوری بشم بعد یه دوران خودش دوباره تصمیم اصلا خود به خود عوض خودش هم پروسر بود مردم ماشین میذاره خدا اونم یه بود تو بازی دی بود آجی ادیت هم میزد ادیت موزیک ویدیو میزد فلان میزد خیلی حرکت میزد ولی دیگه تصمیم گرفتش که در فی سبیل الله کار کنه صراط المستقیم داشت کوچیکه ما چیز میکنه مینویسه و دوست داره زمان فیلم داره میزنه بعد وقتا چیز میکنه اون زمانم که من شروع کردم دوست داشتش بعد خیلی یک چیزی داره خاصیتی که داره از اینایی بود که مثلا یکی میگفتی 3 تا جواب میداد ده بعد مثلا خیلی دایره لغتش چیز مینویسه و چیز میکنه الان هم نیه همجوری احساس میکنم نگاه میکنه همه بعد اون دوست داره کار رو انجام بده الان که گفتی یه چیز بزنم اومد مثلا یه حرکت میشیم بزنیم مثلا توی کالچر مثلا همین افغانی ها مثلا چیز هست دیگه شعر جنگی میکنن با هم دیگه تو مثلا بنکو مثلا تاسمانی میتونن مثلا چیز بندازن بیت ردیف کنیم بچه‌ها بیان با هم دیگه شعر جنگی کنن باحال میشه آره ایده خوبه خدایی جالب میشه به نظر من ببین چیزی که کلا به مارکت کمک میکنه هر چیزی فانه دیگه توی هر چیزی میتونه باشه حتما نباید خیلی جدی سریوس بریم جلو یه سری چیزا به نظر من فرهنگ سازی باید باشه فرق نمیکنه چی یکی یه خورده مثلا چیزی دوره مثلا یه خورده حالا قابل اوکی شدنه ولی مثلا فکر کنم مثلا اگه نزدیکتر حالا چه خود ما چه مثلا دور بر ما آرتیست بیشتر میبود که حضوری علنا میآورد خیلی باحال‌تر میشد من فکر می‌کنم آنلاین هم بشه میشه اون که 100% مثلا بچه‌های جدید خیلی پایان میدونن آره من اتفاقا مثلا حالا چیزام خیلی دوست داشتم برنامه‌های چیز هستش بود یا مثلا میاره فری استایل میکنن داخل استودیو لایو آره دیدم چند تا دیدم آره اونجوری هم اونجوری مانند داره حالا شما که استودیو فلان کارتونی نه من میگم بیاید این مسابقه رو بندازید که مثلا فلان چیز هر کی استعدادی آره استعدادیابی تقریبا حاجی استعدادیابی یکم چیزه سوبره کسی که استعداد داره استعدادیابی ما نمیدونم شکلیه نمیاد دقیقاً مثلا یک چیزه مثلا فکر کنم یک ذهنیتی پیش فکر می‌کنه مثلا میگه من که مثلا میگم وگرنه حالا مثلا ایگو رو بعد آرتیست داشته باشه او ایگو هم که آرتیست داشته باشه نمیاد مسابقه نکته‌ای ولی مثبت هم تویش هست خب ولی فکر می‌کنم مثلا تا حالا درستی اتفاق نیفتاد می‌دونی چی میگم چون مثلا مثال بخوام بزنم خیلی هستن مشکل چیز دارن که حالا با خودم صحبت کردم حالا مشکل مالی و مثلا بچهای اون ورچی ایران چه افغانستان مثلا که نمیتونن حالا چی بیت بگیرن یا بدن میکس و مستر و فلان اینا مثلا خب اونا اگه واقعا چیزاشو توی همچین برنامه‌ای برای اونا خوبه دیگه مثلا چیزش که آقا هم دیدن میشه هم که مثلا میگه آقا 2 نفر مثلا انتخاب کنی یا 1 نفر یا 3 حالا هر چی اینا رو مثلا برایش یک ترک می‌بندی 0 تا 100 خب برای مثلا امثال اونا خوبه دیگه میگم خب اولم که چیز از یک جایی باید شروع بشه میگم حالا میگم نکته مثبت خود داره منفی خودم داره ولی یه ترک خوب بستن ما دوست ندارم مثلا یک آرتیست خوب ببندی که مثلا
بیاد رو چرخه خودش بره جلو. اینجوری یه چیز ترک ببندی مثلا 2 ماه مثلا اوکی بعد میره. تو چیزت چجوری مثلا دوست داری مثلا آرتیست کوچ کنی مثلا؟ خیلی نه که حالا مثلا بگم فاز چیز بگیریم چون من خودم اینجوری مثلا ببینم فرق نمیکنه کیا، اگه ببینم چیزی هستش میبینم مثلا میتونم با حرفم یا مثلا حالا تجربه یا هر چی یه حس خوبی در خودم میاد، مثلا دوست دارم میگم اینجوری فلان توی رو میتونی تو رو میتونی اینجوری کن اونجوری کن. چون بعداً یک مشکلی دیگه فکر می‌کنم در خیلی از بچه‌ها اینجوریه که مثلا مثلا جدیدا چون چیز نداشتن از قبل خب خیلی چیزا رو نمیدونن، به خاطر همون فکر میکنن او مثلا شاید باید چی کار شاقی بکنن، ولی وقتی میای مثلا با یکی مثلا میخواد مثل من مثل خودت مثلا چیز کنه، خب چون تجربه داریم حالا آرتیست هم حتی نه فقط پرودوسر 4 تا چیز داشت میگی مثلا راه برش هموارتر میشه. میدونی شما میدونن که مثلا آقا یک سری کارا مثلا همچین چیزی هم نیست میتونم مثلا با یک حرکت بزنم یا میتونم دور بزنم فلان کنم. مثلا همین کاری خود شغل داخل لیبل دیگه. یعنی ما یه دورانی مثلا قدیما قبلی که اصلا رپ داری می‌خوایم شروع کنیم یعنی بودم داخل همین آندرگراوند رپ سوئد، ولی دوران کمی بود. دقیقاً همین کار انجام میدی. مثلا برای آرتیستت بیت خوب پیدا می‌کنی، بهش مثلا ویژن میدی که اینطوری بکنی بهتره، زنگ میزنی چرا استودیو نرفتی قبل استودیو بری یه چیزا. مثلا می‌بینی مثلا آقا توی استایل بهتری یا مثلا رو فلان گاما مثلا تو بخونی بهتره مثلا با استایلیست رو کانکت شو مثلا یه حرکت بزن. آره به نظر من اینا خیلی مثلا بتونید همچین کارو بکنید خب خیلی چون پرودوسر عملا داخل رپ داری چون اینا رو نداریم پرودوسر هم اینا رو هم پرودوسر ولی همه نه همه نه ولی خب بازی رو بگم حالا چیزم ندارم ولی خب یه سریام مثلا فکر میکنم چیزی که میبینم و مثلا میشنم یعنی دوست دارن اون کارو بکنن ولی درست انجام نمیدن. آفرین. خب دیگه بعضی دوست دارم آفرین. مثلا من منظور اینه که اجباری نیستش. نه بیت میکر بودن هم واقعا همونقدر افتخار داره. بیت میکر هم آره دیگه کار هر کسی نیست بخواد. چون خیلی کمک میکنه فکر میکنم ده باز ایران بگم و یک سری آرتیستام حالا اصلا یک سری بچه‌ام حالا که این ذهنیت حالا من فکر کنم غلطه، مثلا دایشان مثلا چیز کنی بگی که فلان اینجوریه مثلا میتونی کارو کنی برای خب بهتر شدن داری میگی دیگه، بعد مثلا یک فاز چیز میگیره که مثلا من خودم بلدم مثلا چی رو بگم خیلی شاید تکنیکی مثلا که آقا من میفهمم تو میفهمی مثلا میگم اینجا مثلا این کار درست نیستش، هرچند که تو داخل موزیک مثلا حد و مرز نیستش خیلی چیز نداره، ولی خب باز یک سری نکته‌ها قسمت‌ها هستش که من خودم احساس می‌کنم مثلا میگم نه این نباید بشه، ولی می‌بینم مثلا اگه قبول نکنه یا چاره‌ای نیست دیگه. نمی‌شه فهمیدم منظورت چیه. یعنی منظور میگم که مثلا اینقدر صفر نباشه، حالا هم دو طرفه. مثلا بعضی وقتا میشده که مثلا من خودم از آرتیست مثلا یک جای گیر کردم چیز گرفتم و گفتم مثلا اینجوری کنیم و واقعا اون کارو کردم چیز شدم. مثلا با دیایدی خیلی اتفاق افتاده، یک جایی مثلا من خودم قفل میزنم دیایدی رو میگم بیا اینجا دقیقاً برش پلی میکنم میگم آقا اینجوریه تو میگی کدام، مثلا من الان قفلم یا مثلا توی بیت زدم اینجوریه بعد میگم من نظر میگم و جاهایی هم شده که مثلا اومده گفتم من گفتم نه مثلا این من فکر میکنم نه مثلا میگم این خوبه مثلا اضافه میشه در آدم دیگه. آره دو تا مغز میشه مختلف خب یا بیشتر میشه. نه منظور میگم زیاد چیز نباشه اگه شغل معمولا قدیمی های شکل دارن، یعنی مثلا یکم گاردش هم بیشتره. آره جدیدی‌ها مثلا خیلی مثلا خمیرتره، مثلا میتونید باشن بیشتر راحت‌تر کار کنی. ولی مثلا راهی هم که هست مثلا پرودوسرای جدید مثلا نباید بنظرم دنبالش بیفتن، یه که خود ما هم یعنی بودیم تو لوپ اینطوریه که تو دنبال پلیسمنت میگردی، مثلا با زرتوش آهنگ ببندم با مثلا ریل آهنگ ببندم کسایی که همین الان معروفن تو اون بستی اوکی، ولی هیچ وقت فانی نداره که مثلا یکی رو تو خودت رسوندی مثلا تا اونجا مثلا توی مسیر مثلا تو مسیر خیلی هم اتفاقا میفته و اون شکلی داشت پلیسمنتت مثلا اینطوری نیست که سال یه بار زرتوش مثلا بیاد رو بیتت بخونه دیگه، پلیسمنتت هر دفعه آهنگ بده تو هست خیلی باحال. ایوه نه چیز باحالیه نظر منم. آره دیگه الان دیدگاه متفاوت هستش که مثلا شاید بچهای جدید مستشار مثلا که از بچه‌ای که داخل ایران داره کار انجام میده. آره دیروز تیم گفت فکر کنم یه تیم داره دور خودش جمع میکنه. چیکار میکنه؟ یه تیم داره دور خودش جمع میکنه. بچه‌ها همشهریان، چند تا رپرن، یکیشون فکر کنم تو کار دوربین موربین و اینا کارگردانی. نه بعد یکیشون که مستشار خودشون پرودوسره. نه
اینا آدم میبینه واقعا انرژی میگیره، چون بچه‌ای ان که دقیقاً تو سنشان بعدی کار انجام بدن. خیلی خوبه حاجی اگه اینطوری آدم بتونه یه تیم خوب جمع بکنه که ببین آخه تیم جمع کردن هم متأسفانه این طرف باز اجرای اسم میکنم نه هم دورید هم خیلی با نمیدونم حالا نظری منه باز گارد نگیرن یه سریا فکر میکنم جنبه ندارن جنبه تیم جمع کردن و چه با هم کنار درست اگه حسابی تیم نمیان صفر جمع کنی میشه به نظر من. خیلی سختن یه جوری مثلا یکیشون شاید خوب باشه مثلا میگم نسبت به بقیه تیم شاید که خوب باشه اون خودش خیلی میگیره که من میدونم شما در حد من نیستید گوش نمیکنید یکی فاز رئیسی میگیره یکی دموکراسی باشه تیکه تیکه کنید همون دیگه خب میگم اینجا همچین جنبه رو من ندیدم یعنی خیلی هم اگه بوده باشه متاسفانه همین بعد نمیدونم خیلی دیده باشم دیگه خیلی طرف دووم آورده باشه دیگه تیمش 6 ماه یه سال دووم آورده 2 سال دووم آورده ولی خب مثلا از یک طرف دیگه فکر می‌کنم اگه حالا علنا مثلا یک اسم لیبلی یا یک تیمی نخواد بخوره ولی چند نفر باشه که با هم همکاری کنه یا میگم بازم همون مسیر و همون چیز مثلا فکر می‌کنم چون بعض وقتا تأثیر شاید مثلا اینکه تیم کار کردن مثلا پیش نره خیلی جا به خاطر یک سری مرزای به هر حال هستش توی وقتی که تو داری با تیم کار میکنی بعد او شاید حالا آدمی که پخته باشه مثلا چیز باشه اینو بتونه ایره هندل کنه توی مغزش مثلا گاردی روش نداشته باشه اوکی ولی برای کسی که مثلا چیز باشه حالا مثلا اگه سنشون کمتر باشه سخته کلا مثلا حتما لزومی نداره من میگم که اسم لیبلی بخوره اونجا یک تیم فلان نه هم که مثلا یک چند نفر دور هم دیگه قشنگ کامیونیتی رو بندازن خودش اوکی شما مثلا نیاد باشه خودتون قبلا صحبت کردم مثلا میگفتم بعضی وقتا مثلا میدیدم که مثلا حالا اون شما کار میکنین اینا برای من مثلا چیز حالا قسمت نشد هیچ وقت چیز کنیم حالا پشت صحنه حرف زدیم و چیز داشتیم ولی خب خود در من یک جور حالت انرژی بود گفتم خب اوکی مثلا میگم چون قبل از او حالا نمیشناختم خیلی ولی تک و توک که میشناختم حقیقتش اینجوری بود که گفتم نه خوب نیستم ولی مثلا بعدی که واژه گفتم همه جام حالا دروغی نیستش که همه دارن میبینن گفتم مثلا کارشون خوبه و هم از این ور مثلا اون فاز رقابتی که میگم نه رقابت چیزا ولی مثلا خودش تاثیر مثبت داره مثلا ایول مثلا 2 تا دیگه هم هستن 4 تا دیگه هم مثلا آدیداس تنهایی حال نمیده آدیداس با نایک حال میده دقیقاً بعد جفتش باشه و جالبیش اینه که مثلا خب حساب و ذهنا و چیزا فرق میکنه مثلا سایدای مختلف میاد قدیم اینطوری بوده که مثلا وقتی سایت میزنن یا گروهی هر چی میزنن اینطوری بوده که تو فقط با ما کار میکنی آقا اینجا بسته ایم دور دایره کشیدیم همه دیگه تو دیگه حتی با اون ور نباید حرف بزنی ما اینطوری که مثلا با ایده به هم دیگه پاس میدیم الان مثلا میکسیق برای جمع میکنیم ان شاء الله مثلا خود تاسمانی هست داشتیم مثلا از بچهای ما الان کلا 3 تا نه 4 تا با خودت 4 تا خواننده داریم دیگه مثلا 2 تاش مثلا با تاسمانی مثلا قبلا کار کردن داوود حالا کلا الان جدیدا چیز کم کار میکنه ولی آره من خودم البته کم چیز می‌ذارم آره تو هم خیلی کم کار می‌کنی ولی خب پرودوسر می‌کنی آره ولی بیشتر مثلا اینطوری بوده که ما فکر اولیه‌مون اینطوری بود که PCL چیز باشه فقط بچهای پشت صحنه باشه چون اونطوری هم حال میده آره اونطوری هم حال میده فقط پشت صحنه باشه چون اون ایگوئه باز چیز نه چیزا متوجه نشد مثلا ما کاملا پشت صحنه‌ایم نه مثلا فقط بیت میزنم میکس میزنم اینا نمیخوام ما او ایگو رو ندارم که مثلا بیام با یکی دیگه بحث کنم بگم که نه ما تو برترم فلان کنم اینا مثلا به نظرم توی گروه اگه همه پشت صحنه باشن او بحث پیش نمیره تازه وقتی که میخوای با یه نفر کار کنی خیلی راحت به هم دیگه پاس میدین الان مثلا فرق نمیکنه تو بزنه الان یه نفر میاد از ما بیت میخواد ملودی رو میذارم میفرسته این طرف درام میزنه میفرسته به ما میکس میزنه میفرسته اون طرف امیر کاور میزنه ویژوالایز میزنه پرت میکنیم قبلا مثلا چیزم اینجوری نبود ولی الان جدیدن حالا چی مارکتای اونور خارجی ها یا حالا ایرانی اینا دقت کرده باشی یا میبینی روی یک کار 3 تا پرودوسر 4 تا پرودوسر بعد مثلا چیز نداشته باشی میگی مثلا مگه چیکار کردی مثلا ولی میبینی مثلا یکی شاید فقط یک لاین هایت انداخته آره ولی مثلا چی میگم تاثیر خود داره که مثلا قسمت پرودوسریشه قسمت مثلا سانگ رایترینگ نوشتنشه تو مثلا کانی وست بوریه که آهنگاش نگاه کن 10 نفر فقط نوشتن می‌خواستم درباره همین اتفاقا الان تو فکر همین بودم نظرتون درباره گوست رایتر چیه همون طبیعیه هیچ مشکلی نداره یعنی مثلا یکی که بخواد کارو شروع بکنه فلان اینا برای مثال بنده خدایی که میخواد کارو شروع کنه بلد تکست بنویسه ولی قوی نیست تکستش خب برای مثال میزنم بعد
یه گوست رایتر داره، یکی براش میده مینویسه. مشکل نداره نه مثلا زیاد نخواد سخت بگیری، ولی مثلا بازیام خیلی میشه آدم دسته‌بندیش که در نظر من مثلا چی بگم اونور یک جوریه که مثلا طرف میتونه مثلا، ولی خب شاید یک قسمت به خصوصی رو خودش نتونه چیز کنه، میای مثلا چیز میگیری یکی از 0 تا 100 خیلی مثلا همه اینجوری نیستش که مثلا بگی به قول تو میگی مثلا چون خوبه میدونی چون وقتی که خودتون یک مقداری بتونی بنویسی به نظر من میتونه کمکت کنه مثلا میدونی چون میگم آره راه میفته توی چیزا رو. بعد مثلا نه بخوای آرتیست تو چیز فضای کار میکنه، مثال میگم اگه خیلی آندرگراند مثلا خیلی اجتماعی فلان اینا، خب اگه مثلا خودت فکر میکنم بنویسی اگه قرار حرفی رو از دل بزنی، خب اون خیلی چیز داره مثلا تا یکی دیگه به مثلا بگه مثلا اون بری یک انشا بشه یکی بخونی بعد بگی تو حرفای دل من مثلا توی یک سری استایلا اوکی، ولی مثلا چیز اونجور به قول گفتنی بگی تو جایی که من فهمیدم کسی که مثلا حالا یه جوری روش نمیشه بگی من گوست رایتر دارم به خاطر اینکه چه بدونم شاید بعداً بخواد دیس بشه. خب یه سری آرتیستن چون دیس میشه میگه تو که خود اصلا چون تو هستی یا من رپر من دیس میگم تو اصلا بلد نیستی بنویسی من آره اون دیس بازی مثلا بعد وقتی که بعد خورده چیز باشه من اگه بخوام مثال بزنم مثلا فکر کنم تو یکی دو تا کار خودم با دیادی خیلی مثلا چیز می‌کنم تو یکی دو تا کار خودم یا قسمتایی رو مثلا من قفل کرده بودم خودم اصلا فکر نمی‌کنم مشکل داشته باشه. نه مشکل نه، منظور میگم که مثلا شاید یکی همون رو مثلا نخواد میگن آره ولی هم داخل اون طرف سانگرایتر حساب میشه تو خارج. آره با حساب دیگه آره. میگم خیلی اوقات حتی مثلا فکر کن ما اینجا نشستیم داریم فکر کن داریم یه موزیکی جمع می‌کنیم، دوستتون مثلا اینجا هست حتی فارسی هم بلد نیست ولی چون اینجا هست روی وایب موزیک تاثیر گذاشته جزو سانگرایتر داری چیز میکنه. ولی چیز هم هست مثلا سانگرایتر جایی بعد دقیقاً اونجوری که مهران گفت که داری کلکل می‌کنی مثلا اون قسمتی از رپرها که مثلا ام سی بازن آره مثلا اینطوریه که ما قلممون خیلی قویه تو فاز ایگن اون موقع اصلا نمیتونی آره دیگه گوست رایتر رو نمیتونی چیز کنی همون رو دارم میگم ولی اگه آرتیست آره او دیگه نمیتونه آره رپ گادش واسه گوست رایتر داشت باشه آره یه چیزایی داشته ولی خب اونجوری نبوده مثلا که نمیشه میگم چون خب امینه من فکر کنم دیگه همش داشتن یعنی خودش اون دیگه آجی اون اصلا دیگه اصلا ولی خب اونا خیلی بازتر فکر میکنن آره همین خودم مثلا چیز کنم بسته کنن توی یک نقطه من کالای آخر مثلا خروجی نهایی خیلی مهمه که چی در میاد. بعد خیلی از مثلا چیزام هستن هم اون طرفو خیلی دیدم اینجا که ندیدم مثلا تو رپ داری ولی شکلیه که طرف شاید مثلا استایلش نداره سیسش نداره او روش نداره خجالتی حالا هرچی هست ولی همین نیست خدا مثلا دریک هم اگه یادتون باشه سر همین دعوا کرده بود دیگه یارویی بود براش همین کارو میکرد اینطوری آره نام هستش یه سری واسه شومن خوبی ان سیسش داره استایلش داره. من از یکی از رفیقایم قبلا کار می‌کردم الان چیز نمی‌کنم دور چیز تو کمپ آشنا شده بودیم قلمش خیلی خوبه از نظر خودم مثلا نخورده توی خواندن مثلا مشکل داشت ولی قلمش خیلی خوب بود مثلا حرفا رو یک جوری میزد مثلا میورد یک جایی که مثلا آدم عادی مثلا ذهنشون طرف نمیره میشه میگم هنریه دیگه بعضی واقعا بلد آره مثلا خیلی تکنیک داره میدونی آره مثلا بعضی هم خیلی به قول گفتنی مثل حالت استعداد یا خدایی تویشان هستش آره خوش خیلی ساکت شدی خیلی چیزا رو چی بگم باز خنده میکنی ولی خیلی ساکت شدی اصلا ما تو کدوم من بیشتر میشنوم چیکار داری؟ چی گفتی؟ کدوم چیکار داری؟ بالتری؟ بالتر کدوم یکتون با مزه تر شوخ تر خیلی اول اشتباه پرسیدم بالتری به کدوم میخوره؟ کدوم یکتون فان منظورته فان باحال‌تر نگاه کن اصلا قیافش میگه من فان های میاد ای وای گفت کو بیا یه دونه ترک اگه نداری یک ترک به اسم های جمع یه دونه های دارم ولی انگلیسیه نه یه دونه دری های جمع یه دونه دری های دوست داشتیم ما هم چیز می‌کنیم داشتی رکوردی کردی آره دیشب یه دونه پلی کرد نه ولی دیشب یه دونه پلی کرد چیز آماده پلی کرد موزیک ویدیو بود همونجا ریپیت میشد چیز حالت ویژوال میاره اون ویژوالایزر ریپیت میشه اون وایبش دوست داشتم خیلی باحال داشت آره اون میاد اون فقط اون با دیکه خب اون داشتم دیکه اون وکالا رو بفرستش ما رو سرویس کرد خسته کرده آره بابا دیشب میگفتش اگه دیکه نرسیده ما
خودم کارو میندازم بالا با همجوری یکی دیگه نه اون کار خوبه، کار خوبیه باشه، میاد حالا ان میاد اگه وکالا دستمون برسه اونا اینا. وگرنه همین من که تمومم، یعنی نوشتم همیشه ویژوالایز کامله and the you know خب شما دوتا پرودوسرید، کدوم یکتون به نظرتون راستی استارتون فرق داره نه توی بیت زدن؟ استار کدومتون بهتره؟ خب نه نه اون یه چیزه مثلا چیزی بگم ولی خودم نمیشه مقایسه کردن. آره هر کی مثلا یه مثلا سلیقه‌ای داره توی سبکی، مقایسه نیسان مثلا با لامبورگینی اون قدم دورم نیست ولی بازم نیسانه واسه شما برداشت که وای سلام توضیح میدم. منظورم اینه که اصلا ما رو کلا پرس کرد. گوش بدید. منظورم اینه که مثلا خب نکن لامبورگینی درسته لامبورگینیه، ولی خب کاری که نیسان میکنه رو لامبورگینی نمیتونه انجام بده. از این نگاه منظورم. ولی که اسپانیا که لامبورگینی آره مثلا مقایسه نمیشه کردش، چون مثلا خیلی توی فاز ریج و فلان. آره من مثلا چی بگم، بنو بیشتر مثلا فیوچر و مثلا خیلی ترپای مثلا کلاسیک میزنه. آره ایموشنال مثلا. ولی من خب چیز دنبال مدرنم مثلا یه چیزایی که حتی تو رپ داری نمیخوان کسی. آره میدونی من خیلی بیت زدم مثلا نمیتونه کسی رو یازو بره. دقیقاً مثلا من چون بیشتر مثلا آندرگراند آمریکا رو دنبال میکنم، میشنم مثلا اصلا کسایی که حتی تو اونجا هم دیده نمیشن، خب ولی هم میشم خیلی مثلا باش حال میکنم. بچگی باهاش بزرگ شدی؟ نه خب نه خب من میدونی نه خدایی مثلا خیلی مثلا خودم باش حال میکنم، خب ولی میزنم شاید مثلا یکی پیدا شد بعدن شاید مثلا یکی شاید اومد مثلا باش حال کرد. ولی خب از من حالم نمیده مثلا بری خودت مجبور کن چیزی که مثلا حال نکنی رو بزنی. نه آره بیشتر چیزای کلا بیشتر چیزای مثلا چیزای مدرن، مثلا چیزای ریج دوست دارم، سوپر ترپ دوست دارم، لاو میوزیک دوست دارم، اینا بیشتر خیلی وایب خیلی اتمسفر خیلی کلا بیشتر وایب بدم که دیشب گوش دادیم دیگه. حالا بچه‌ها که نمیدونم باتری دوتاشون خیلی کمه، تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه صحبت کردیم بیشتر. آره خلاص حالا ولش کن. بحث بریم بیرون، چیز میزی آن ریلیز نداریم بذاریم گوش بدیم. چرا یه دونه آهنگ داریم. چی هست بچه؟ سورپرایزه کیه؟ ترک قرار لیک کنیم بچه. دیکی حاجی دیکی اینه. دیکی حاجی میخوان لیکت کنن. خود راضیه؟ داشتم دیگه راضی هستی نیستی کار داشت کار دست ما راضی نباشم دیگه همین. من یه چیزی بگم داداشم دیکی، من که نمیدونم کی من که نمیدونم شما کی هستی، ولی یه چیزی بذار بهتون بگم حاجی، اینجا پلتفرم منه، این داره پخش میکنه، تو راضی باشی من پخشش میکنم. برا خب آقا بزنی کپیت میکنم. دست ما حاجی من نمیدونم. داداشم بنو الان خودم دارم پلی میکنم بچه کپی بزنم. داداشم بنو یه دقیقه حاجی بچه‌ها بریم ببینیم میخوان چی پلی کنن. خب بچه‌ها ما ترک پخش شده داوودو قرار پلی کنیم. عروسک خوشگله من. این 1 2 3 تا که چشم باز کردم بودم من ترپ مکشم از بگ بودم ریه لفی ترپ دیستش میاره عفی هرچی که دلشه هرچی هم بخواهم تبره عفی ترپ تا که چشم باز کردم بودم من ترپ مکشم از بگ بودم ریه لفی ترپ دیستش میاره عفی هرچی که دلشه هرچی هم بخواهم تبره عفی ترپ ترازو نشان متا 4 تا عدده کت عفی یا مکنیم غیر سرکه ممکنه چشمایت برای زدقه هر دفعه به دور میشم خود کت من خدا برکت به تبه هرچی افغانه توجه نمیکنم که پشتم که پایه پیش من تا وقتی برون سرمایه عبرم نمیمانه او رقمی برفایه ترموزی چای چرا تا همینجا میاد همه عفی ها شاراو دیکی عفی ترپ منظورشون از افغان ترپ دیگه. آره عفی مثلا چیزی که مثل کلمه انورد داخل آمریکا رو آوردیم کلمه عفی تو ایران زیاد عفی. آره ما خودمون هم عفی صدا می‌کنیم. قبحش برید قبح چیه 3 تا عفی آوردیم فارسی مون قرار اینجا هم عفی. خب
Vi är afghaner, vi är soldater. Yeah. Känns lite så där med fan داستان چیه؟ دنبالش نگردید بچه‌ها ولی خب هی خب آره ایول بچه‌ها فکر کنم دیگه کم کم به پایانی برنامه پادمان میرسیم. به پایانی به پایانی دیگه. به پایانی به پایانی. آقا این خاموش شد لامصب. این دوربین خب ما الان یه دوربین داریم. یا همه جمع شدیم ما یه دوربین بچه‌ها یه خاکی بازی دیگه. خاکی بازی. نه آقا خیلی خوش گذشت بچه‌ها دمتون گرم. فقط داشتم خودت کرد. یوتیوب دارید دیگه درسته همتون من کانالتون رو میذارم زیر دیسکریپشن اشغال واقعا برن حمایت کنید بچه‌ها خداییش بچه‌ها دارن زحمت میکشن فیچرینگ کار مادرن و فلان خیلی دارن بچه‌ها دارن زحمت میکشن ما داریم اینجا زحمت میکشیم خدایی دارید شما فلان ولی خب آره بچه‌ها حمایت بکنید دمتون خیلی گرم خیلی خوش دم خودت گرم داداش خدا خوب و نرم و خیلی چیل و چیزی بودش چیزای مثبت و شوخی و چیزی باحال بودش آره نه واقعا فکر نمی‌کنم بچه‌ها شما هم نظراتتون رو بنویسید بچه‌ها داخل کامنت در مورد کار نظرات لایک سابسکرایب اینا همه کامنت هم بزنین دیگه داداش شیر دوست داشتید بچه‌ها حمایت کنید دست خودتون رو اول چیز عافیه بریزید دیگه کامنت ها و کامنت انگلیسی بزنید سوالات هم نریزید انگلیسی رو سوالتون نمیذارم بچه‌ها حل حمایت کنید آقا خیلی خوش گذشت دمتون گرم بازم میگم کانال بچه‌ها رو میذارم تو دیسکریپشن حتما حمایت کنید دیگه تا این برنامه دیگه امیدوارم که به همتون همچین گونه نباشه دیگه آقا باشید پیس بای پیس اوت